داستان پینوکیو فقط یه قصه کودکانه نیست، میتونه آینه ما باشه تو دنیای امروز. پینوکیو عروسک چوبی بود که آرزوی انسان شدن داشت. در مسیری پر از فریب و دروغ گرفتار شد، دقیقا شبیه ماتریکسی که خیلی ها الان داخلش گرفتارن. نخهای نامری ماتریکس و دامهای پنهانش چی بود؟ روبای مکار و گربه نره که پینوکیو رو گول میزدن، اطلاعات غلط و اخبار دروغین که ما رو از حقیقت دور میکنن. دماغ پینوکیو با هر دروغ درازسر میشد، نمادی از اینکه چطور حقیقت رو پنهان میکرد، چهره واقعیش رو تغییر میداد. این پنهانکاری کم کم ما رو از واقعیت و خود اصلیمون دور میکنه. یادتونه پینوکیو چطور به سرزمین اسباب بازی ها رفت؟ جایی که قرار بود همه خوش باشن و کاری نکنن. اونجا بچه‌ها به الاغ تبدیل میشدن. این میتونه نمادی از دامهای امروز باشه. فرار از واقعیت با چیزایی مثل مصرفگرایی بی‌رویه، گذراندن وقت بیش از حد در بازی آنلاین یا دنیای مجازی و هر رفتار اعتیادآوری که حتی خیلی کوچیک به نظر برسه. اینا همون نخهای نامری هستن که ما رو به بی‌ارادگی و از دست دادن هویت اصلیمون سوق میدن. پینوکیو از اشتباهاتش درس گرفت. اون با فداکاری انتخابای آگاهانه تونست به انسان واقعی تبدیل بشه. این یعنی حتی توی دنیای پرفریب هم ما قدرت انتخاب داریم. اگه برای بیداری آماده ای حتما پیجم رو فالو کن تا با هم از نخهای نامری این ماتریکس رها بشیم.